دوستان سلام. با یه ایردراپ تلگرامی دیگه در خدمتتون هستم به نام ورتوس. این ایردراپ هدف اصلیش در نهایت تبدیل شدن به یک کیف پول تلگرامیه. به نظرم برای ما ایرانی‌ها خیلی کاربردیه، چون خود کیف پول تلگرام برای ما که تحریمیم خدماتی نداره. بعد حالا خیلی از موارد خطرناک هم هست که سرمایه اونو میتونه قفل کنه. برای همین این کیف پول به نظرم کیف پول خوبی میشه. مثل تقریبا ایردراپش مثل ایردراپ هات میمونه. اسم ارزش ورته، اسم خودش هم که ورتوسه. خیلی شسته رفتم هستش، رباتش هم فارمینگیه، کاری هم نداره. ببینید این پایینش مثل کیف پول میمونه، ارزایی که پشتیبانی میکنه رو در آینده نوشته. این ورتوتون و یو اس سی تی و جی یو اس سی تی. این بالا شما میتونین کیف پولتون رو وصل کنین. این بالا قسمت پروفایلش، برم داخلش بهتون نشون بدم. ببینید این گزینه دوم تون ولت رو میزنیم، تون کیپر رو میزنیم، مثل همون ایردراپ ها دیگه که روی بستر تون هستن. این ایردراپ هم همینطوریه، نصب کیف پولش. کانکت ولت رو میزنیم، خودش میاره. از من سرانگوش میخواد، حالا برای بعضیا رمز میخواد. الان وصل شدش و میبینی آدرس کیف پول من این پایین اومدش. دوباره برمیگردیم، یه قسمت داره ترانسفر هستش، اینجا رو ببینید. این برای همون کارهاییه که کیف پولش انجام میده در آینده. جای آدرس داره و حالا ارزایی که میتونه در آینده داشته باشه. فعلا به کار ما نمیاد. سمت راستش بالا مقدار بالانس اونو نوشته. اولش یه مقداری سخت میره بالا، تا آپدیت کنید یه ذره دوستاتون رو دعوت کنین. دومین گزینه استوریج که پایینش هم ماینینگ نوشته رو میزنیم. اگه پر باشه این کالکت رو میزنیم و خالیش میکنیم، دوباره پر میشه. ببینیم برای من الان هر تقریبا 4 ساعت پر میشه. بعد این پایینش یه سری مأموریت داره میتونه انجام بدین و خب امتیازات بیشتری بگیرین. این آپگریدش هم برای برم داخلش، برای بالا بردن سرعت و بالا بردن ظرفیت. از بالا بخوام بگم فارم لول، ببین خودم تازه شروع کردم، الان لول 2 هستم. برای بالا بردن سرعت ماینینگشه. این گزینه وسط سیف دیپازیت اینم برای اینه که شما دیرتر به این برنامه سر بزنی. الان من هر 4 ساعت سر میزنم، اگر آپگریدش کنم هر 6 ساعت سر میزنم. و باز این پایینی هم همینطوره، برای بالا بردن سرعت ماینینگ، که هرچی میبریش بالاتر چهره این شهره، اینی که روش الان دارم کلیک میکنم، عوض میشه، شهرش آپدیت تر میشه. بعد این پایین آپگرید رو گفتم، این قسمت فرندش که برای دعوت کردنه. بعد باز سمت راستش هم این کانتری هست، خب که شما میتونین یک ویلج یا هم روستا برای خودتون درست کنین. ببینم نشون بدم بهتون، خودم هم هنوز نساختم. یا عضو بشین یا درست کنین. الان میتونم یه اسمی بذارم، کریتو بزنم و دوستامو دعوت کنم داخلش. خب پوان داره، 10% از درآمد دوستاتون رو به شما میده، از اونا هم کم نمیکنه. چیز خاص دیگه ای نداره. این من خیلی خوشبینم به این ربات. حالا خیلی ربات‌ها دیگه هم هستش، حالا من هر رباتی معرفی نمی‌کنم، پشتوانه‌شو چک میکنم بعد میذارم توی کانالم. امیدوارم که ازش استفاده کنید.